زندان بند. زندان بند کجا شدی اسکر؟ هیچ کس معلوم نمیشه با خدا کجا شده نه. ای آدم خان این قدر زحمت کشیدی برای امارات آخرش هم فهمید در زندان افتادی. چیکار میکنی تو؟ بیش کنه ای دستای کلان که نمک نداره. چیکار کنم مالی تا که من اینجا بیمانم ملا. باشه کار خوب بکنم. باشه زنگ ده مامای خود بزنم و امیر بگویم که یک کار کنه که ما از اینجا خلاص شویم. زندان بند. پلیس اسکر کجا هستی؟ باش بزنم قدگان چی هیچ پیدا نمیشه اینجا. با خدا هیچ پیدا نمیشه که ما دستر خود بزنم اینجا. باش بزنم این دروازه را. چی میکنی بیادر بغلی؟ چی قول مقال را انداختی؟ شوام خو کدن نماندی؟ چی میکنی؟ تا میخوایم کلی خدا بانیم که سر صدای تو میبراید. آرام باش یکم. ما مقام بلند پایه اماره داشتم. ما آدم خان هستم. آدم خان تو مرا نمیشناسی. سب که ما یک دفعه زنگ بزنم در مامای خود زنگ بزنم که ما را آزاد کنه از اینجا. بگویم در رئیس الوزراء زنگ بزنه که ما را آزاد کنه. ما را اشتباهی آورده اینجا. بیادر آدم خان هستی که هر بلا خان هستی بان که ما خو شویم. ما خویم آمده فهمیدی؟ گبا گوش که حسابم زیاد خراب نکو. حسابم زیاد خراب نکو که حال دستور میدیم تو بیایم اینجا چوب کاری کنه تو را. کجا شدی چه؟ اسکر آدم خان ورور سم مسئله ده. لکه تلفون خود بیدی که ما یک زنگ ده مامای خود بزنم. نه آدم خان ورور اجازه نسته. چی اجازه نسته؟ تلفون بیدی ما یک زنگ بزنم ده مامای خود بس پیسیش بهت میدم. بیا سیک خود کس نگوی نه نمیگم. دیر مننه. باش زنگ بزنم ده مامای خود. نمبر دی چند بود؟ سب که 079. یها یادم رفته. باش یک زنگ بزنم که چی میگه. زنگ میخوره. بالا کو دیگه چرا بالا نمیکنه؟ کی زنگ میزنه بری من؟ الو آوازت نمیآید. تو خبری که ماما آدم خان هستم. آدم خان هستم و زندان زنگ زدم. آوازم نمیآید. تو که تایه پشتو جبی خبری که پارسی میگی چی میگی؟ نرازی آواز نرازی. چی میگی؟ ماما آدم خان خبری که میگی زیر زمین است. انتن نمیاد. آدم خان هستم. آدم خان تو هستی کجا هستی؟ چی رو رفتی؟ کدام سفر خارج رفتی؟ کجا رفتی تو؟ ماما خدا رو شکر شناختی. آدم خان هستم. کور خیریت دی. خانه خیریت است. بی شیرین و پلار و مور گردن دواران خوب است. کلگی خوب است. تو چی دور هستی؟ خوب هستی؟ سفر خارج رفته بودی. ما گفتیم دایگان کشور پناهندگی دادی. موجه سشتی چند روز است موبایلت بند است. کجا هستی تو؟ نه ماما آمدیم از پاکستان. آمدیم ما را امنیت ملی گرفته. میگه چرا ویدیو جور کردی در یوتیوب منده. حالی ما در زندان نشتم. ما چند روز میشه. تو یک کار بگو که ما از اینجا خلاص شو ماما. وای خدای دا پاره. تو یک مقام بلند پایه بودی. چطور تو را گرفته آدم خان؟ ماما گرفته. میگه تو از جمهوریت پول گرفته و دیگه بسم الله خان را برای بازاریابی و رونق دادن به کارت استفاده کرده. حالی تو یک کار بگو که خودت حکومت امارات اسلامی را میشناسی که به هیچ قانون بین المللی و حقوق بشر پایبند نیست. تو یک کار بگو. آدم خان خوب فرار کو. نگهبانش صدا بزن بگو ما برات کار دارم. وقت که نزدیک آمد بعد از پشت بعد دستای خود از گلویش بگیر خفیش کو. کلید از جیبش بکش و بگو فرار کو دیگه. ماما تو فیلمای هالیوود زیاد سیر کردی. خوب نمیشه او آسان نیست. اینجا ما خو مقام امارات هستم. خدمه کار نداره. مگه دیگه مردم بسیار شکنجه میکنه. آدما را میزنه تا به زور از اونا اقرار بگیره. تو زنگ بزن برای رئیس الوزراء. زنگ بزن بگو که آدم خان در زندان است. بازو برای وزارت امنیت زنگ بزنه و دستور بده تا ما را آزاد کنه. امیر امروز زنگ بزن. خوبه ما زنگ میزنم. اگه تلفونش بالا نکرد باز چیکار کنم؟ بالا میکنه. بالا نکرد مستقیم در ملا حیبو زنگ بزنه.
ای آدم خان مولای بو نمبر تلفن ندارم، ما به نمبر بوتاش زنگ بزنم. ما زنگ بزنم برای رئیس الوزراء زنگ میزنم، میگم که آدم خان در زندان است، بس کار میکنه برای تا. صحیح است، صحیح است. سلام علیکم. ولی مفت رئیس الوزراء شدیم با خدا است. کی زنگ میزنه برای من نمیمانه که کی هستی؟ الو. معلوم است رئیس الوزراء هستم دیگه، بگو کی هستی تو؟ چی میخوای؟ چی؟ آدم خان به زندان است؟ چی میگی تو؟ هیچ گپ نیست. ما زنگ میزنم، ما برای ریاست امنیت ملی زنگ اعلام میکنم، میگم که آدم خان آزاد کنه. هیچ گپ نیست. بیغم باش. دو ساعت دیگه آدم خان بخانه است. آدم خان ورور آزاد است. استم که ما دروازه باز کنم. رئیس الوزراء زنگ داده گفته آدم خان را آزاد کنم.